ما دین روز بریک اوت پری روز بریک اوت داریم از رنج. 1 2 3 4 روز در رنج بود، البته 5 روز. ششمین روز بریک اوت کرد، هفتمین روزم یکم کرد بالا. من هفتمین روز کم دارم، میخواستم که پایین بیاد پس ریتست کنم و بالا بره، اما نرفت. ما چی کار کردیم؟ منتظر شدم. دین روز که بالا رفت براتون گفتم که این قبلا اینی کی لیولی که فعلا اینی باختی که ساخته شده منتظرش میباشیم. این کی لیول. Why? Because that's a 4-hour key level و این 4-hour key level اگر پرایس برود پس زیاد اگر برای ما دین روز اگر فکتان شده باشد در این قسمت به خاطر بای منتظر بودیم که بای گرفته بودیم. درست است؟ تا اینجا آمدیم، بای آمد، ما بای گرفتیم تا با قسمت. اما مس کردن بای موضوع نبود. موضوع چی بود؟ مس کردن سل موضوع نبود. یا مثلا ما بگویم که بای اینجا کپچر کردیم over 500 pips، بعد ما و شما چی کار کردیم جانب در؟ یا منتظر بودیم به لیول هایی که میخواستیم به سل منتظر بودیم. و کدام لیول ها؟ به سل منتظر بودیم. ما و شما دین روز گفتیم که پرایس اگر زیاد بره 20-50% فیور و exact this key level و این ریتریسمنت هم نکرده، ناو بریک اوت هم کرده، پس میخواستیم که ریتریسمنت کنه با کدام لیول؟ با لیول هایی که در اینجا ما پایین، مثلا از این لیول یا اینی لیول که من گفتم شاید این فردای بیرش باشه، چرا که ترامپ هم صحبت میکنه و هر وقتی که ترامپ گپ میزنه بسیاری اوقاتش، یعنی اکثر اوقات ازی چی میشه؟ ترامپ موو در گولد بیرش میکنه، چرا که او USD را سپورت داره. USD را چی میکنه؟ USD را سپورت داره. تو اگر ما برای شما پت دین روز برای شما نشان بدم، ما گفتیم که برادر چندین کار میشه. یعنی اولین سناریوش باش که اینی شاید باشه دین روز اپدیت یس سعی کنید. دین روز ما گفتیم این سناریو از اینجا رفت تا به این قسمت خواهد بره. سعی شد تا به این قسمت 50% یا از او بالاتر که یکی دیگه هم اینجا هست. ما اگر دیدین باور خواهد کردین. That's a ما و شما پاتی که رسم کرده بودیم. یعنی چی؟ That's a daily path and now شما سعی کنیم. daily path ما برای سلیم جان قبل وقت بود برشان گفتم که اگر پرایس میره اول خواهد دیگه ریجکت میشه، اگر از اوجا نشد از اوجا نظر به پرایس اکشن and then میاه با یکی از این لیبل ها که فعلا این در قسمت حضور دارد. درست کرد؟ وقتی کار شد یا صورت گرفت ای بعد از گپای ترامپ 5:30 بجه صبح افغانستان رخ داد. درست است؟ یا 5:30 بجه صبح افغانستان ترامپ صحبت میکرد. تو به همین دلیل ما ایزلا پردیکت کرده بودیم و حالی ایچون کی لیول ماست و بعضی از کی لیول ها اینجا برای ما میتونه از دیمند کار بکنه. تو به همین دلیل ما ایره از دیمند کنسیدر میکنیم و این خاطر که پرایس اینجا ریاکت کرده و در 1 hour اگر متوجه شده باشین بولش کندل ها شروع شده. به این معنی است که بایر stepped in this level. در این لیول بایر چی شده؟ بایر اینجا بودن آمدن. ما و شما منتظری چی هستیم؟ چرا که structure اگر شما ببینید structure already shift شده. Even 4 hours structure already shift شده در اینجا. تو با کی من ایره دیدم؟ اینمی 4 hour کندل دیدم اینجا آمده بود. چرا که 4 hour structure را چینج کرده بود. even 2 hour چینج کرده بود. even تو زیرش که هر کدام لیول ها چینجش میکنن، هر structure را چینج میکنن. من صبح منتظر بودم که اینی پرایس برای دوباره اینی قسمت فقط اینی قسمت بیاید. I love this level. بعد از او مسئله بگیرم صبح بعد از اینکه من از کلاب آمدم طرفای 8 بجه و 9 بجه براتون میگم، بعد از اون من به طرف اینی کی لیول سل بگیرم. چون من نبودم، من پتان آمدم این اتفاق که افتید او وقت دیگه دیر شده بود. For example this level
I wasn't on the screen, but I checked that in my mobile. अगर पीछे screen में budum واقعاً إيسالام بودم. When I was waiting for this candle, إني جابودم إني زور زاد قلتم شايد يبرا ذيكي level ها reject شو عمو sellers بسیار قوی بود. ما هم دیگه ناراحت شدم و قدر دیگه منتظر نشدم. تل از این قسمتی که آمد از اینجا پایین آمد، پس دوباره ریتریس کرد و پس دوباره با یک کندل یا دو کندل اسکی لیول رفت. درسته؟ So فعلا هر structure ما چون bearish است what we can do right. So this is a demand zone. In this demand zone ما چی توقع داریم؟ چون این رنج هم شد در این ساحات یا در این لیول ها. حال توقع ما است از price action یا از این کندل ها یا از گولد، توقع ما است که دلار باید بالا بره به این لیول ها یا ایون اینی های پس دوباره بک بره. اگر به اینی های نمیه حداقل اینی کندل های خوب بیاید و گولد ما میخوایم که دوباره پس به سپورت یا به اینی دمند خود برسیم. وقتی به اینی دمند و کی لیول خود رساند بعدا ما تصمیم میگیریم که به خاطر بای بریم. ولی that is not a higher confirmation tool. Why؟ ما برسیم میگیم اینجا بای گرفته میتونیم این قسمت درسته و یا هم این قسمت هم بای گرفته میتونیم درسته چون حال خودتل ما میس کردیم و خلاف جهت پید کردن هم دفع خوب نیست درسته. تو حال چی است؟ حال منتظر هستیم به یک کی لیول ها. اگر در نیویورک اوپن کنه تانیش درست چون نیوز unemployment claims بود و هم به نفع USD تمام شد و گولد هم فکر میکرد که USD ویک میشه به همین دلیل نظر به انالیست که پردکت کرده بود این گولد هم تو بالا را و به رنج های خود رساند. فعلا در این منطقه در این کی لیول منتظر شد. چرا منتظر شدیم؟ if we consider this level this area سعی کنیم اینی area if we consider this area اینی گک as a market structure shift which is structure shift to the buy side, that's okay. You can do that because it created a support that created a resistance and a candle high broke the resistance when make another which is a lower high. Why? You can see that which is the lower high. See? اگر ما شما به این قسمتایش ببینیم see lower high is created. ما شما اگر بای میگیریم از چی میگیریم؟ نظر به این demand zone. اگر ما شما so that is a clear confirmation because buyers came in and another confirmation would be I was waiting for a pullback to retest this level. اگر retest make at any level so then I was trying to get in. اگر بعد از نیوز قدر اینجا می آمد مطمئن باشین که بعد از نیوز ما ایره بای می گرفتم چون این هم 320 پپ رفته بالا و تاپ لاس هم از ما بسیار خورد می آمد. اگر زیاد می ماندیم تو اینجا so that's fine اینجا یکی بر 3 یکی بر 4 می گرفتیم از پیشش. So now waiting if you guys want to take this trade here decrease your lot size and you are not in the future otherwise we are still if you are in a future immediate future 4 hour still shows signs of bullishness and it says that it has taken its demand, buyer stepped in and we will be going for a long. But yeah, that's why I'm willing to giving my trade an opportunity to take a buy in this level and that's fine for me. Another thing that I wanted to take a buy because dollar has already moved from this level. So there is high probability and a higher chance that this dollar
بیا راوغورځېږي ډالر بیرته راوغورځېږي او منګه بیا بای